Ya taraf etse bak, ya taraf etse. Başa beş kaya. فرزندای خوبی که انشاءالله این بوده حتی دهانی با فرزندانش نیست که صداشون هم خادمه بودن خداشون هم خدمت بودن انشاءالله خیلی گذشتن یا اگر چنده که یک غم هم برای مردم زنده هم که باشد لیکن برای خود انشاءالله بسیار خیلی زیاد بود بسیار مادری خوشبخت بوده خدا رحمت و مغفرت کنه وای پشتکشون بچه های دارن و بیروی دارن که باید حقشون دعا میکنن این خیلی میرمون صبر حضرت میزنیم اول وقت هست اینجا نجمت بارم میزنیم بزنیم با خواب باید پیشینه زیاد بچوش دیگه یک گروه ملائکه ها رو نگاه کرد با همدیگر سبقت میکردن مسابقه میکردن با همدیگر غوا میکردن که دست برش مبارک تو برسانند. حضرت گفتن که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم الحال که نزد شما می آمدم پیش مادر در آمدم دعا گرفتم کف پای مادر را بوسه کردم این گمان میکنم که از همون درجه باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خندهشان تبدیل به گریه شدن. حبیب خدا را هم گریان شدن. الحال ایشان شرک ایشان خارج شماشان پر یا نعمت بزرگی را دست دادگیان. واقعا برای این گونه مادر آب چشم حتما ضروری است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گریان شدن. عبدالله ابن عمر میگه من پرسیدم که حبیب خدا آیا سخن ناجا گفتم که شما گریان شده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نه عبدالله سخن بجا گفتی. گفتم نباشم گریه شما سببش چی است؟ چرا شما یک باره از خنده به گریه گذشتین؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت عبدالله تو هنگامی که گفتی کف پای مادر بوسه کردم ناگهان مادر خودم به یادم آمد که مادر پیغمبر در کجا است که ای پیغمبر کف پای مادر بوسه کنه و ملائکه ها را همین تلاش و نسبت شد کف پای مادر بوسه بکنه. حالی برادر عزیز مادر بسیار بسیار یک نعمت قیمت است. این مادر بسیار اولیا مادر بود. مادری بود که طول عمرش به خدمت راه دین گذراندگی است، به خدمت طالب علم ها فرزندانی را جامعه گذاشته است که نه تنها در این دیار بلکه تمام مسلمان های عالم صدای زیبای اینها را ذوق گوش کردن دارند. این زحمت همین مادر است، زحمت همین مادر. حسن بصری را خدا رحمت کنه در خواب وقتی میگه بسیار شخصی بزرگ شد، بسیار یک شخصیت عالمی بزرگ شد، در یک جا مادرها نشسته بودن، مادرش احسن گفتن خوشا به حالت، فخر که چنین فرزند داری. مادر حسن بصری گفتن فخر که خدا تو را چنین فرزند داده. مادر حسن بصری گفتن من فخر نباید بکنم، برای گپ حسن بصری را بگین، برای او را بگین فخر کنه که چنین مادر دارد، فخر کنه که چنین مادر دارد. و خدا قسم نه در زمستان نه در گرمی های تابستان نه در نیمه های شب نه در گرمی های روز هیچ بار من حسن بصری را پای به طهارت شیر دادگی نیستم. این زحمتی مادر که او در بالای منبر هزارها گرد ششتگی و زیارتش میکنن و حواس دستش گرفتن به زیارت دارن. این زحمتی مادره. برای جامعه ما الحال بگیم از دست رفت ما خطا نمیتونیم برای
هیچ فرزندی نیست که پر از تقوا و پر از کلام الهی و احادیث پیغمبر و ادب و اخلاقی که این فرزندای خانه دارند. همه ما و شما برای جامعه پرفیض، جامعه پربرکت، برادر عزیز، از دامن همین مادرها هست، از دامن همین مادرها. خدای مهربان برادرای ما را، بابای شیخ عکیل قاری امردین و همه برادراتون که به ما را برادر هستند، این مادر که به ما را حق مادری داشت، خدای مهربان همگی ما و شما را صبر جمیل و اجر عظیم نصیب گرداند. پروردگار مادر نیکی هاش مونس قبرش گرداند. او زحمت هایی که برای طالب علم ها کشیدن، زحمت هایی که برای طالب علم ها کشیدن. الحال در راه می اومدیم، بابایشان خاتمان قصه مادر را کرد، گفت طالب علم ها در زمانی که طالب علم داشتن، برای طالب علم ها میگه کلونا را خودش دستور میداد، در بالای سرشان میایستاد که پوشاکای همین طالب علم ها را خود بشوید، خوراکشان 3 وقت نه 4 وقت بتین تا که اینها ما را جنت میبرند. خدمت طالب علم ها، خدمت نیکا، خدمت صالحین، این مادر عمر به همین گذرانده است. پروردگار مهربان باباهای جنت نصیب روزیش کرده. بابای احمد خوجه را خدا رحمت کنه، بابای ایشان شما شاید بدانینش، در کرگان بودی بزرگوار. میگم مولا بچه ها وقتی خانهش میرفتن زیارت، میگو حالی بیستین، انتری عادت داشته است، میگفته حالی بیستین، میآورده پولشان میداده طالب علم ها را. این مادر در طالب علم ها خدمت کردگی است. برای خدمت طالب علم ها این قصه را برای شما بکنم. میگم میآورده پولشان میداده، میگفته بچه جانا مردم مرا پولی بسیار میتونم، این پولا را چکار میکنم؟ شما بگیرید پولا را، لیکن در پول صراط فردای قیامت الله مهربان طالب علم ها را میگفت است که به حساب کتاب بری جنت. وقتی همونجا که خدای مهربان شما را در پول صراط که گفت جنت برین، شما بگین که الله ما در دنیا بابا داشتیم به نام احمد خوجه، همون را که تا خطی ما نگیریم همراه نبریم جنت، ما هم جنت نمیریم. همونجا شما این دعوا را بکنید، الله دعوای شما را قبول میکنه. همین طالب علم ها که مادر خدمت کرده است و بوایه رسانده است و در این جامعه همچون یک دسته خوبی گذاشته است، همین طالب علم ها را خدای مهربان سبب جنت رفتنش بکنه. پروردگار مهربان خاتمه همه ما و شما را به خیر گردانه بود. مادر ما سفرش نیک گردانه بود. بازمانده ها، فرزنده ها و خویش اقربا و دوستا و برادرها و مریدا و مخلصای بزرگایی که در اینجا آمدین، خدای مهربان صبر جمیل و اجر عظیم نصیب و روزی گردانه. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عن سیئاتها وارفع درجاتها في العليين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز و برادران مهربان، برادرانی که مشفق و محب دین مبین اسلام، الان ما و شما در لحظه وداع مادر هستیم. مادری که همش خادمه بود، مادری که دوست دارنده دین مبین اسلام بود، مادری که زنده دار بود. ولی ما اگر از دیدگاه احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مادر را تعریف کنیم، رسول معظم اسلام تنگید نشانه پدر و مادر صالح چگونه شناخته می شود. گفتن در حدیث رسول معظم اسلام میگه که اول صالح یدعو له، فرزند صالحی که بعد از سر خود گذاشتن پدر و مادر خود، مانند قاری امردین و مانند ایشان شیخ و مانند قاری لطفالله و فرزندایی که در جامعه مانند باد و هوا مهمه برای هر یک فرد جامعه. این فرزندای نیکو، فرزندای صالح نشانه پدر و مادر صالح و صالحه هستند. خداوند مهربان این مادر صالحه را خدا رحمت و مغفرت کنه. اگر چندی که ظاهرا در بین ما و شما که نیست مرگ چشیدن، اما طبق گفتار حضرت سعدی علیه رحمت این مرگ ظاهرا مرگ هست. حضرت میگه سعدی یا مردی لکنام نمرد نمیرد هرگز، مرده آن نیست که نامش بنا کنه توی ببرند. بعد از سر گذشت پدر و مادر صالح، هر کسی که نام او را میشنوه میگه خدا رحمت و مغفرت کنه. در جامعه خوب خدمت های خوب کرد، خوب فرزندای صالح گذاشت، اگر چنده که پدر و مادر ظاهرا مرد داره اما در اصل مرد نداره. برادران گرامی قدر، حضرت سعد بن ابی وقاص
صحابه که به نام صحابه مستجاب دعا مشهور است. حضرت نبی رسول معظم اسلام میگه بعد از اون می‌نشینه و میگه یا رسول الله من احق الناس بحسن صحبه قال امك. حضرت سعدی بن ابی وقاص نزد رسول معظم اسلام میگه یا رسول الله بهترین همصحبت که ما در روی زمین اگر ما بابایی که زیغ شم ما بابایی که یکم رازی دیل کنم آیا ما در روی زمین یکم بهترین همصحبت پیدا کردم میتونم با اون رازی دیل کنم. رسول معظم اسلام با یک عظمت و بزرگیش گفتن یا سعد از همه بهترین همصحبت بهترین نفری که شخصیتی که با اون میتونی که رازی دیل کنی مادری توست. این مادری که میتونستن که قاری امردین و قاری لطفالله و دیگه بابای شیخ هر روز و هر ساعت با این رازی دل کنن، اما امروز این مادر از دست دادن. حضرت سعد بن ابی وقاص بیدید داشته با دیگه طرز پرسان کردن یا رسول الله قلت یا رسول الله ثم من بعد از آن با کی اگر من با دیگه رازی دل کردنی شدم. میگه رسول معظم اسلام در دوم مرحله در سوم مرحله گفتن مادری توست مادری توست مادری توست. از اینجا فهمیده میشه برادران گرامی قدر اگر بالای ما و شما شریعت دین مبین اسلام 100% حق پدر و مادر گذاشته باشه بالای سری ما فرزندا 75% حق مادر است. ببینید در 3 مرحله که رنج و عذاب میکشه مادر پدر رنج و عذاب نمیکشه. در این حامله دار بودنش تا 9 ماه فرزند داشته نیست. در این به دنیا آوردن فرزند در این تربیه و تعلیم فرزند مادر زحمت ها را میکشه اما پدر این زحمت ها را کشته نمیتونه. به این خاطر رسول معظم اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص گفتن بهترین همراز و همنیازی تو مادری توست. برادران گرامی قدر حضرت عبدالله بن مسعود صحابه‌ای که به نام کبوتر مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم مشهور است. حضرت میگه وقتی که مادر از دست داد مانند برادرای مورد گریه میکرد. گفتن عبدالله چرا گریه میکنی؟ او پدر و مادر موری یک امر میراثی است. تو در حقیقت درست است که امر میراثی است پدر و مادر موری. اما مادر ما هر صبح و هر شام این دعا را میکرد. خدایا عبدالله رو جاش بخواهی جنت بگردان. پس از مرگ این مادر بزرگی ما این دروازه دعایی که هر روز وارد میشد به خاندان ما این دروازه دعا بسته شد. به این خاطر برادران گرامی قدر پدر و مادر هر چند میتونه ولی بزرگای دین مبین اسلام ما و شما میگن چاپلوسی کردن یعنی ما خوش آمدی میگیم. بر دو شخصیت درسته، یکی بر استاد یکی بر دیگری بر پدر و مادر. به هر شکلی که چاپلوسی میکنین خوش آمدی میکنین حرکت کنه که دین پدر و مادر را به دست بیارین. از دعای نیکی پدر و مادر شما بهره باشید. اگر فرزندی که دعای نیکی پدر و مادر گرفت انشاءالله که این فرزند در آیندهش هم خوبه. انشاءالله فرزند میشه روزی میشه ساعتی میشه که با فرزندا دعای پدر و مادرش میگیره. خداوند مهربان پدر ما رحمت و مغفرت این برادران ما که میسوزن در فراق مادر چند سال پیش که پدر از دست دادن امروز با مادر از دست دادن. خداوند مهربان اجر رو در نامه اعمالشون اجر ثواب بگرداند و خداوند مهربان جای مادر با بهای جنت بگرداند و زمینه در خاندان برادر ما با مادری به دنیا بیاره که مانند این مادر شب زنده دار و شب زنده دل و محب دین مبین اسلام و خدمتگار این دین مبین اسلام باشه. آمین یا رب العالمین. خدا رحمت الله.